بوسه بر رخساری خواهری که 3 سال باز ندیدند و دیدار بعد سپری کردن سالهای وحشتناک زیر دست جنگجویان داعش. روزا و بشرا و سهیلای ایزدی را جنگجویان سال 2014 از هم جدا کردند. یک دفعه بر روزای 14 ساله گفتند که خواهرش سهیلا را برای بی‌ادبی کشتند. اما خوشبختانه دروغ بود. برادرشان مروان میگوید روزی سیاهی را داعشی‌ها به سرشان آوردند. وقتی جنگجویان به محله یرزریک حمله کردند، خانواده ما به کوهها گریخت. اما عرب‌های داعشی خانواده ما را گرفته به تل افر و سپس به موصل بردند. همه را جدا کردند. فقط 2 اعضای خانواده برگشت، یکی از ترکیه و دیگری از سوریه. ما نمیدانیم با والدین و برادران دیگری ما چی شد. جنگجویان داعش ماه آگوست سال 2014 به منطقه سینجر مکان زیست ایزدیان یک اقلیت غیر مسلمان حمله کردند. بعضی ها را سر بریدند، زنده آتش زدند یا اسیر گرفتند و غلام کردند. با گفته سازمان ملل 9000 ایزدی به چنین سرنوشت دچار شدند. 3000 نفر دیگر بینشانند. از جمله پدر و مادر دختران که باور می رود قتل شدند. ما غمگینیم. وقتی والدینم به یادم می آید مایوس می شوم. خواهران ماه دکبر بعد شکست گروه دولت اسلامی در عراق به هم آمدند. رزمندگان کرد در یافتن و به هم آوردن کودکان کمک کردند. یکی را در اردوگاه در ترکیه، دیگری را در سوریه و سومی را در خود عراق یافتند. روزا و خواهرانش را داعشیان نامهای عربی دادند، چون گفتند که نامهایشان کافری است. بر روزا گفتند که تو نور هستی. حالا همراه خوشحالند، هرچند خواهر خورده که در 3 سالگی اسیر افتاد آنها را خوب نمیشناسد. حالا هر سه با 5 برادرشان در روستای شریعه در خیمه ها در کردستان عراق زندگی میکنند.